صفحه مکس رو باز میکنم. قبل از اینکه گفتم بخوام وارد غرفه ها بشم، میام روی یه سری از میخوام یه صندلی، این صندلی هایی که کنار استخر از صندلی های خواب شو، یه همچین چیزی رو میخوایم ترسیم بکنیم. نگاه بکنید، ما یک صندلی خواب شویی که معمولا کنار استخر استفاده میشه، اگر از بغل ببینیم، یعنی از نماهای جانبی ببینیم، به صورت عین یه چجوری بهتون بگم، عین یه آی با کلاه هست، انگار که مثلا 30-40 درجه روتیت شده. یه همچین چیزی رو باید ترسیم بکنیم، یعنی در اصل داریم اون صندلی رو از وسط برش میدیم. دو تا راه داریم برای ترسیم این. یک، با استفاده از لاین من بیام این کار رو انجام بدم به این صورت. شیفتم رو دوباره بگیرم، دوباره این رو بیارمش به سمت پایین، یعنی صندلی رو از بغل من دارم به این صورت میبینم. حالا چی کار بکنم؟ برم تو قسمت ورتکسم، اون قسمت هایی رو که برم تو قسمت اسخای میکنم اسپلاینم، یک ضخامتی به این صندلیم بدم که با استفاده از اوتلاین میتونم این کار رو انجام بدم. بعد از اینکه اوتلاینش کردم، میتونم برم رو مود ورتکس های این قسمت و این قسمت رو انتخاب بکنم، با استفاده از فیلت بیام یک انحنایی بهش بدم که از اون حالت شکستگی در اصل خارجش کردیم. یکی راهش اینه که راه منطقیش اینه که شما با استفاده از این راه این کار انجام میدید. ولی پیشنهاد میکنم اگر باز بخواید دستورات اسپلاینی واسهتون خیلی تو ذهنتون قوی تر بمونه، بیاین یه راه سخت‌تر رو انتخاب بکنید که دستورات هم واسهتون مرور بشه. بر فرض مثال من همین فرم رو با استفاده از یک دونه رکتنگل شروع میکنم ترسیم کردن، یعنی یه دونه رکتنگل اینجا میکشم، شیفت مووش میکنم یه دونه اینور، یه دونه هم اینور. این رکتنگل رو انتخاب میکنم، این رکتنگل رو هم انتخاب میکنم، روتیتش میکنم یک مقداری، اسنپم رو روشن میکنم، یه دونه از اینها رو انتخاب میکنم و این رو از اینجا وصل میکنم به اینجا که اینا تو هم دیگه بره. دوباره روی این قسمت هم دقیقا همین کار رو تکرار میکنم. که از نمای بغل که نگاه میکنیم دقیقا همینه، با این تفاوت که اینها به صورت مجزا و مستقل دارن عمل میکنن. روی یک دونش کلیک میکنم، گزینه کانورت تو ادیتیبل اسپلاین رو میزنم و اتچش میکنم به این رکتنگل و به این رکتنگل. چون خطوط تو در تو دارم و اسپلاین های مجزایی هست، اینجا من میتونم از همون دستور تریمی که صحبت کردیم استفاده بکنیم. به این صورت که دوباره میام تو قسمت اسپلاینم، گزینه تریم رو انتخاب میکنم، یک کلیک، یک کلیک، یک کلیک و یک کلیک. قانونی که در نظر گرفته بودیم چی بود؟ این بود که بعد از اینکه شما کار تریم رو انجام میدین، ورتکس ها روی همدیگه قرار میگیره و زمانی که ورتکس ها روی همدیگه قرار بگیره، به جایی که اینجا در مجموع 4 تا ورتکس به ما نشون بده، در مجموع داره 8 تا ورتکس به ما نشون میده. پس برای رفع این مشکل میتونم از گزینه ولد اسپلاین یا راست کلیک گزینه ولد ورتکس استفاده بکنم که گفتم هر جفتش دستورات مناسبیه و میتونی استفاده بکنی. اسنپ هم رو خاموش میکنم، ورتکس های این قسمت رو انتخاب میکنم، دوباره با استفاده از فیلت میام اون انحنایی که مد نظرم رو به صندلیم میدم. دیگه به این احتیاجی ندارم. منتها روش اولی که بهت گفتم خب قطعا روش خیلی سریعتر و منطقی تری هست، ولی برای اینکه دستورات واسه مرور بشه و فراموش نشه، گفتم از این روش استفاده بکن که همه دستورات رو تکرار کرده باشی. خب بعد از اینکه این کار رو انجام بدم، زمانی که میام رو مود ورتکسم، بین ورتکسام شکستگی وجود داره که شکستگی های خیلی ریزیه. زمانی که حجم من به این بدم، با استفاده از مودیفای اکسترود بهش حجم بدم، ممکنه اون شکستگی ها تو ذوق بزنه. برای رفع شکستگی ها گفتم میای تو قسمت اینترپولیشن و گزینه ادپتیو رو میزنی و شکلت رو کاملا به صورت نرم نشون میده. مرحله بعد در قالب یک دستور میخوام یه سری توضیحات بهت بدم. نگاه بکن، بیمورد هم از این کارم، ولی حالا انجام میدیم که دستور رو یاد بگیریم. میرم تو قسمت مادیفای، میام تو قسمت ورتکس هم. نگاه بکن، این ورتکس کنج این صندلیم رو که اینجاست میخوام فیلتش بکنم، نرمش بکنم، ببینم آیا انجام میشه یا انجام نمیشه. میام تو قسمت ورتکس هم، میرم تو قسمت فیلت، این رو باز میکنم. نگاه بکنید چه اتفاقی میفته. زمانی که این رو دارم فیلت میکنم، یه اتفاقاتی روی ورتکس من داره میفته، ولی کار فیلت رو برام انجام نمیده.
علتش بیزیر کورنر بودن این ورتکسه. اگر بیزیر کورنر نباشه و به کورنر تبدیلش بکنم به راحتی کار فیلت رو توی این منطقه واسم انجام میده. پس قانون رو که بخوایم واسش در نظر بگیریم این هست: یه زمانی از ورتکس شما اصلا کلاً هیچ تغییری روش انجام نمیشه، هیچ تغییر ویرایشی روی ورتکستون نمیبینید. اون موقع شما بدونید که ورتکس هاتون بیشتر از یک دونه ورتکس توی یک محدوده وجود داره که باید ولش بکنید اون دستوراتی که بهتون گفتیم. یه زمانی هست نه، شما فیلتو که انجام میدیم متوجه تغییرات روی ورتکستون میشین. هر موقع این اتفاق افتاد خیلی راحت ورتکس رو بگیرید، راست کلیک بکنید و به کورنر تبدیلش بکنید که مشکلتون برطرف بشه. الان من این کار رو انجام میدم، ورتکس رو انتخاب میکنم، این هندل سبز رنگ داخلش مشخصه که از نوع بیزیر هست، راست کلیک میکنم و بیزیر کورنرم رو به چی تبدیل میکنم؟ به کورنر تبدیل میکنم. زمانی که به کورنر تبدیل شد دیگه کاری نداره، خودش به صورت مستقل عمل میکنه، دیگه کاری نداره آیا اینجا ورتکس هست نیست یا فاصله بین ورتکس همون چقدر هست. میرم دوباره تو قسمت فیلت هم این فیلت این ورتکس رو میگم، میگم خیلی راحت میتونم کار فیلت رو برای این محدوده انجام بدم بدون اینکه بخواد مشکلی روی کار واسم به وجود بیاد. روی این قسمت هم میتونم این کار رو انجام بدم. خب فیلت هم رو خاموش میکنم، سطح مقطعش رو کشیدم، از نمای پرسپکتیو هم دقت میکنم ببینم کارم اوکی هست یا نه. تا اینجا که مشکلی نداریم. میریم از چی استفاده میکنیم؟ میریم از مادیفای اکسترود استفاده میکنیم. اکسترود رو میزنم رو افزایش میدم، البته یه مقداری که لحاظ ظاهری شکلم به هم نریزه. خب تا اینجا کارم رو انجام دادم، مشکلی هم ندارم. حالا میخوام فضای زیر این صندلی رو، اگر دقت کرده باشین یه سری صندلی های اداری داریم که حالت میله‌ای هست زیرش، حالت فنری داره. اون فرم میله‌ای رو میخوام مثلا زیر این ترسیم بکنم. نحوه ترسیم به چه صورت هست؟ همونطوری که اگه خاطرتون باشه جلسه پیش بهتون گفتم، برای مدل سازی فرم های میله‌ای شما میان با استفاده از لاین ترسیمتون رو انجام میدین، بعد با استفاده از فعال کردن گزینه رندرینگ حجم به میلتون میدیم، به لاینتون میدیم. اینجا من میخوام همین کار رو انجام بدم. فقط یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم که دقت بکنید. نگاه بکن، زمانی که من روی لاین کلیک میکنم، اسنپ هم اسنپ چنده؟ اسنپ هم اسنپ 3 بعد هست. زمانی که با اسنپ 3 بعد میام روی یه شکل 3 بعدی شروع میکنم ترسیم کردن، نگاه بکن اینجا رو داره میگیره. خب اوکی، کلیک میکنم، شیفتم رو میگیرم، اینجا نقطه گیر من ندارم ولی کلیکم رو انجام میدم که در نهایت ببینیم چه اتفاقی میافته. دوباره میام روی ورتکس اولم کلیک میکنم، یه کلوز اسپلاینش بکنم، میگم بله. حالا نگاه بکن داخل کار چه اتفاقی میافته. اینجاهایی که نقطه گیر وجود داشت اسنپ به راحتی عمل کرد، ولی این قسمتی که به توضیح دادم نقطه گیری وجود نداره اومده کجا ترسیم کرده؟ لاین رو اومده روی صفحه گرید نمای فرانت ترسیم کرده. به این صورت اگه ببریم رو محور مختصات بیشتر متوجه میشیم. این قسمت رو که انتخاب میکنم ایگرگش منفی 369 منفی 369 ولی این یکی صفره. اگر مقدار این رو هم بعد منفی 369 تبدیل بکنم دقیقا همش روی یک خط انجام میشه. پس میام چیکار میکنم؟ عدد این رو کپی میکنم، میام روی این قسمت روی ایگرگش راست کلیک میکنم، پیست رو میزنم و بعد اینتر رو میزنم. الان دیگه خیالم راحت، همش روی یک دونه صفحه به صورت قائم قرار گرفته و دیگه مشکلی توی مدل سازیم ندارم. حالا سوالی که به وجود میاد اینه که این الان یک دونه ورتکس بود، ممکنه من یه ورتکس، 2 تا ورتکس، 3 تا ورتکس رو اگر اشتباه انجام بدم میتونم با مختصاتش کار بکنم. حالا اگر مثلا این تبدیل میشد به 40 تا ورتکس اشتباه، من دونه به دونه بخوام اینها رو اصلاح بکنم خب خیلی سخت میشه. به خاطر همین میام از یک روش دیگه استفاده میکنیم که دیگه درگیر اصلاحات و ویرایش نشه. میام چی کار میکنیم؟
دوباره میام داخل نمای فرانت هم اسنپ هم رو به همون روش که بهت گفتم روش نگه میدارم. میام اسنپ 2.5 بود. به اسنپ 2 بود کاری ندارم. اسنپ 2.5 بود. اسنپ 2.5 بود رو که انتخاب بکنم و لاینم رو سلکت بکنم، زمانی که نقطه گیر داشته باشم که خب دارم فرقی نمیکنه، نکن کلیک کلیک کلیک. اینجا نقطه گیر ندارم، هیچ اهمیتی نداره. شما کلیک تو انجام میدی، می سر نقطه اولت راست کلیک میکنی، از تصویر خارج میشه، نگاه بکن همش رو روی یک دونه صفحه قرار داره. پس اسنپ 2.5 بود به این درد میخوره، کلیک اول رو در نظر میگیره. میگه با توجه به کلیک اول من همه رو روی یک صفحه ترسیم میکنم. پس اگر اختلاف ارتفاع وجود داشت روی حجمه یا اصلا کلا یه نقطه‌ای وجود نداشت روی کار و شما میخواستی از اسنپ استفاده بکنی، حتما از اسنپ 2.5 بود. و نکته خیلی مهمترش اینه که شما اسنپ 2.5 بود و فقط حق داری روی نماهای جانبی استفاده بکنی. شما هیچ وقت از اسنپ 2.5 بود داخل نمای پرسپکتیوت نباید استفاده بکنی. اگر هم استفاده بکنی خودت متوجه خطا میشی و خطا بهت میده. خب پس این رو اومدم ترسیم کردم، اسنپم رو خاموش میکنم، یک دونه کپی ازش میگیرم قرار میدم. منتها قبل از اینکه کار کپی رو انجام بدم فکر میکنم یه ذره اصلاحات روی این انجام بدم بد نیست. میام تو قسمت مادیفای، میام تو قسمت ورتکس، میگم آقا این ورتکس رو از اینجا جابجا میکنم، مثلا میارم اینجا. میگم اگر یک دونه ورتکس اینجا داشته باشم بد نیست. این ورتکس رو چجوری بیارم؟ جلسه پیش خوندیم، گفتم با استفاده از گزینه ریفاین میتونم هر جا که دلم خواست ورتکس اضافه بکنم. خب خیلی راحت میام تو قسمت ریفاینم، یه دونه کلیک اینجا میکنم، نگاه کن ورتکس ایجاد شد. حالا ورتکسم رو میگیرم و خودم جابجاش میکنم. حالا میگم این ورتکس رو میگیرم با استفاده از فیلت مثلا نرمش میکنم. این ورتکس رو هم میگیرم یک ذره میارمش پایین‌تر. سه تا رو میگیرم یه ذره میارمشون بالاتر که فرمم نزدیک بشه به خط صندلی. پس بدونیم با اضافه کردن ورتکس و اصلاحات روی ورتکس میتونم دقیقا فرمم رو نزدیک بکنم به اون فرمی که مد نظرم هست. خب این فرم رو ترسیم کردم، از این مود ورتکس خارج میشم، یه دونه کپی ازش میگیرم میندازمش اینجا. یه ذره دیگه بیارمش، فکر میکنم که بد نباشه، یا میتونم از همون اسنپ استفاده بکنم. خب نگاه بکنید، میخوام یک میله دیگه از اینجا وصل بکنم به اینجا. اسنپ هم اسنپ 2.5 بوده. من به اشتباه این کار رو انجام میدم که متوجه بشین چه اتفاقی داره میفته. زمانی که حالا حواسمون نیست اسنپمون اسنپ 2.5 بوده و این دوتا رو میخوایم به هم دیگه وصل بکنیم، خب میرم سراغ لاینم، یه دونه کلیک میکنم، یه دونه کلیک میکنم، خارج میشم. به ظاهر الان درسته، بدون این که من بخوام زاویه دیدم رو تغییر بدم. ولی به محض اینکه من یه تغییر زاویه بدم، نگاه بکنید، خطای دید باعث شد که شما فکر بکنید دقیقاً سر جای واقعی خودش قرار داره. به خاطر همین دارم میگم توی پرسپکتیو به هیچ وجه از اسنپ 2.5 بود استفاده نکنید. اسنپ 2.5 بودم رو به 3 بود تبدیل میکنم، زوم میکنم، لاین، دوباره کلیک و کلیک. الان دقت بکنید دقیقاً اون نقطه‌ای که مد نظرم بود رو اومده واسم ترسیم کرد. خب این سه تا اسپیلاین، سه تا لاین هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. برای برقراری ارتباط یک دونه از لاین ها رو انتخاب میکنم، با استفاده از گزینه اتچ همه اینها رو به هم دیگه وصل میکنم. بر فرض مثال میگم این قسمت و این قسمت رو نمیخوام. چرا؟ چون میخوام حالت فنری اون صندلی ایجاد بشه. این دوتا رو پاک میکنم. نگاه بکنیم به چه فرمی رسیدیم. حالا بریم ببینیم آیا اینا یک پارچگی، حالا ما هم جنسش کردم ولی آیا یک پارچه هم هست یا نه. از کجا میتونستم بفهمم لاین هایی رو که به هم دیگه وصل کردم یک پارچه هست یا نه؟ میام تو قسمت اسپیلاین یک کلیک میکنم، میبینم این یک دونه اسپیلاینه، این یک دونه اسپیلاینه، این یک دونه اسپیلاینه. خب واضح هم بود دیگه. این یه لاین مجزا کشیدم، کپی کردم، یه لاین دیگه دوباره اومدم روی این کشیدم. برای اینکه همه اینا رو به هم دیگه وصل بکنم میام رو مود ورتکسم، از اون قسمت که لاین ها از هم دیگه جدا هست ورتکس هاش رو انتخاب میکنم و گزینه ولد رو میزنم. حالا که تست بکنم نگاه بکنید کلش رو داره به رنگ قرمز واسم نشون میده.
خب میرم رو مود ورتکس، میگم این قسمت و این قسمت رو انتخاب میکنم با استفاده از فیلت، اینها رو یک مقداری نرم میکنم. شکستگی وجود داره، میرم تو قسمت اینترپولیشن ادپتیو هم رو فعال میکنم. میام تو نمای بغل، ورتکس های این قسمت رو انتخاب میکنم با استفاده از فیلت. این قسمت رو هم یک مقداری نرم میکنم که شبیه تر بشه به واقعیت و فرم های صندلی که به این صورت داریم میبینیم. کارم که تموم شد از مود فیلت خارج میشم، از مود ورتکس خارج میشم، میام تو قسمت رندرینگم، تیک اولی و تیک دومی رو میزنم و ضخامتش رو میبرم بالا به این صورت. پس تونستم اون فرم میله زیر صندلیم رو هم ترسیم میکنم که البته روی این صندلی خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. من فقط به عنوان نمونه این رو مثال زدم که متوجه بشین هم از دستور اسنپ 3 بود و اسنپ 2.5 بود چه فرقی با هم دیگه دارن و یک مثالی هم برای دستور رندرینگ، اینیبلینگ رندرر و اینیبلینگ ویوپورتتون هم باشه. من یک دونه از اینها رو فقط ترسیم میکنم. برای ترسیم این بهتره که از یک دونه رکتنگل شروع بکنیم به ترسیم کردن. به این صورت که میام یک دونه رکتنگل رو به این صورت ترسیم میکنم، میرم تو قسمت مادیفایش، راست کلیک کانورت تو ادیتیبل اسپلاین رو میزنم تو قسمت ورتکس. همونطوری که خودتون میدونید زمانی که جابجایی رو انجام میدم قوس ایجاد میکنه، میتونم کل ورتکس هاش رو با هم دیگه بگیرم نه یک دونش رو. راست کلیک بکنم و بیزیر کورنر رو به کورنر تبدیل بکنم که حالت شکسته خودش رو حفظ بکنم. و اگر روی عکس دقت بکنیم قسمت بالاش، کنج سمت راستش به سمت بالا رفته و همین کار رو پس ورتکس رو میگیرم میارمش به سمت بالا. فضای بین کارم خالی هست، میتونم 2 تا رکتنگل بکشم، میتونم یک دونه بکشم، این دیگه بستگی به خودتون داره. من یک دونه رکتنگل بیشتر اینجا ترسیم نمی کنم، یه جابجایی هم انجام میدم، مثلا قرارش میدم اینجا. بین این رکتنگل و این رکتنگل ارتباطی برقرار نیست، با استفاده از مادیفای این دوتا رو به هم دیگه اتچ میکنم که به این صورت فعلا فرمم رو داشته باشم. بعد با استفاده از اکسترود زمانی که من به این حجم بدم فضای بین کارم رو کاملا خالی میبینم. رنگش رو هم میتونم رنگ حالا نزدیکش بکنم به رنگی که داخل کارم میبینم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، زمانی که به عکس رجوع میکنیم میبینیم که این 2 تا مستطیله، یعنی 2 تا فضای تو خالی بینش هست. برای این بعد چی کار بکنم؟ میام داخل نمای روبرو یک دونه لاین به سادگی از این وسط ترسیم میکنم به این قسمت، یعنی این رو به 2 قسمت تقسیم کردم. بعد میتونم برم تو قسمت مادیفایش، رندرینگش رو فعال بکنم که به صورت حجمی ببینم، حالت رکتانگولارش رو فعال میکنم، این رو دقیقا قرارش میدم بین کارم. رنگش رو هم میام همون رنگ میزنم که این به 2 قسمت. حالا شما از همون اول میتونستی 2 تا رکتانگل بکشید، زمانی که اکسترودش میکردی دقیقا این فضا واسه ایجاد میشد. فرقی نمیکنه، من روش‌های مختلف استفاده میکنم که همه روش‌ها رو بتونیم ببینیم. دوباره میام سراغ عکسم، نگاه بکنید یه سری طبقات داره اینجا. این طبقات رو هم دوباره میام با استفاده از لاین ترسیم میکنم. اینجا هم حساسیت نشون ندادم برای اینکه میره تو دل کار، به خاطر همینه که بزرگتر کشیدم. بعد میتونیم این رو با استفاده از اسنپ و در صورتی که حالا خوندیم و خواهیم خوند دقیقاً بین این فیکسش بکنه، ولی برای این فرم سه‌بعدی زیاد اهمیتی نداره. میام دوباره با استفاده از لاین یک دونه طبقه از اینجا به اینجا ترسیم میکنم، تنظیمات مربوط به یک طبقهش رو انجام میدم. بعدش این رو مدل ضخامتش کمتر میکنم، این رو همین مدل کمتر میکنم، این رو میارمش به سمت عقب. تو نمای تاپ اگر ببینم این رو خب خیلی دقیق تر میتونم کار بکنم. رنگ این رو هم دوباره هم رنگ فرم میکنم. اگر بخوام به صورت شفاف این رو ببینیم 2 تا راه بهت گفتم، هم از گزینه آلت و ایکس میتونی استفاده بکنی، هم میتونی روی شکلت کلیک بکنی، گزینه آبجکت پراپرتیز رو فعال بکنی، ویزیبیلیتی رو مقدارش رو از 1 کمتر بکنی، مثلا میذارمش رو عدد 14، میرم داخل نما، میارم بالاتر،
به سمت پایین به تعدادی که مد نظرم هست کپی میگیرم، دوباره 4 تاش رو میگیرم، این رو میارمش به سمت پایین. به این صورت تونستم طبقات رو ترسیم بکنم. یه سری منابع نورانی هم داریم داخل کار که اون منابع نورانی رو هم عین روش قبل، یعنی میام تو قسمت اسفیرم اتوگریدم رو فعال میکنم، یه منبع نوری به این صورت با اتوگرید روش ترسیم میکنم، با اسکیل این رو پخش میکنم، رنگش رو هم مثلا به رنگ سفید تبدیل میکنم و این رو قرارش میدم روی کارم. این رو تعیین میکنم که وسط کار قرار بدم و به تعدادی که مد نظرمه کار کپی رو براش انجام بدم. دو ردیف هم اینجا کپی میکنم که بعدها این منابع نورانی روی قفسه های من بتونه بتابه. مرحله بعد پر کردن فضای پشتش هست. یه زمانی هست این غرفه شما به دیوار چسبیده، خب نیازی نداره. یه زمانی هست بین دیوارها قرار داره و حکم یک دونه پارتیشن رو داره و شما میخواین فضای بین این کار رو بسته ببینید. برای بستن این کار ممکن اولین چیزی که به ذهنتون برسه میگین خب یک دونه لاین دور تا دور این ترسیم میکنم، اکسترودش میکنم. من الان یه کاری انجام میدم متا اشتباهه. نگاه بکنیم ببینیم اشتباهمون به چه علت هست. لاین رو انتخاب میکنم، اسنپ رو هم روشن میکنم، کلیک اول، کلیک دوم، سوم. از حالت رندرینگ همین رو در میارم که حکم یک دونه لاین رو برای من فقط اینجا داشته باشه که البته اصلا کلام بد ترسیم کردم. یک بار دیگه لاین، کلیک 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 و کلیک بعد. تو قسمت مادیفای گفتم رندرینگش رو خاموش میکنم. ممکنه بگین من لاین رو الان ترسیم کردم، خب خیلی راحت زمانی که اکسترودش بکنم این حجم پیدا میکنه دیگه. ولی نگاه بکنید چه جوری میشه، اصلا یه فرم عجیب غریب داره بهمون میده. خیلی مهمه. اگر خاطرتون باشه جلسات اول من گفتم هر چیزی رو که شما توی پرسپکتیو ترسیم بکنی انگار که توی نمای تاپ ترسیم کردی و زمانی که شما فرم ها رو روی نمای تاپ ترسیم میکنی و از اکسترود استفاده میکنی، اکسترود شما از سمت پایین به سمت بالاست. درسته که به ظاهر لاین رو من روی این ترسیم کردم ولی چون اکسترودش کردم این اتفاق افتاده. به خاطر همینه که این اشتباه میشه و معمولا روی مدل سازی نماهای مسکونی شما یه نمای ساختمون داری، میخوای یه سری احجام رو روش ترسیم بکنی، اگر توی پرسپکتیوت بیای این کار رو انجام بدی دقیقاً این اتفاق میفته که کار کاملا غلطیه. پس برای رفع این مشکل شما از همون اول اگر بخوای لاین رو ترسیم بکنی نمیای توی پرسپکتیو ترسیم بکنی، میای توی یکی از همون نماهای جانبی این کار رو انجام میدی که اکسترود توی همون نما در اصل اتفاق بیفته. لاینم رو فعال میکنم، کلیک اول، کلیک دوم، سوم و چهارم. اسنپ هم سه بعد مهم نیست چون همش روی یک دونه ارتفاع قرار داره و روی همه قسمت ها هم من چی دارم؟ توی همه قسمت ها هم من نقطه گیر دارم. اسنپ رو روشن میکنم، این رو وصل میکنم به اینجا. حالا اگر من بیام از اکسترود استفاده بکنم نگاه بکن اکسترودم به درستی تو جهت خودش داره انجام میشه. حالا میتونم خیلی راحت این رو انتخاب بکنم و رنگش رو هم تغییر بدم. فرمم به این صورت در اومد. اسپیس رو خاموش میکنم، دوباره های کوالیتی رو فعال میکنم. تونستم این فرم رو هم با جزئیات درست مدل سازیش رو انجام بدم. این رو هم حالا من کلش رو دوباره نمیام ترسیم بکنم، این قسمتش رو میام ترسیم میکنم به اضافه فضای پشتش، بقیه‌اش دیگه این همونه دیگه ترسیمش رو خودت باید انجام بدی. مشکلی داشتی بیایم مشکلات رو با هم دیگه برطرف بکنیم. خب اول این قسمت رو میخوام ترسیمش رو انجام بدم. چی کار باید بکنم؟ میام از نمای بغل میگم چون قسمت بالاش رو فعلا میخوام ترسیم بکنم، از نمای جانبی یک دونه لاین به این صورت باید ترسیم بکنم، بعد اکسترودش بکنم. منتها اگر این کار رو انجام بدی یعنی به صورت یک پارچه لاینت رو از اینجا ترسیم بکنی تا این پایین بیاری، زمانی که اکسترودش رو انجام میدی این فضاهای تو خالی رو نمیتونی روی کارت ببینی
مگر اینکه باید بعدها با استفاده از دستورات ادیت پلی بیای فضاهای تو خالی این رو ایجاد بکنی که فعلا ما نخوندیم. پس چیکار بکنیم؟ میایم دو تیکه ترسیم میکنیم، یعنی یک دونه لاین از اینجا ترسیم میکنم به اینجا، اکسترودش میکنم، تغییر نما میدم، میام از نمای روبرو یک دونه مستطیل میکشم و مستطیل های تو در تو رو ترسیم میکنم، اتش میکنم که تا فضای تو خالی برای این ایجاد بشه. پس همیشه قرار نیست شما همه احجامتون رو یک پارچه ترسیم میکنید. بعضی موقع مجبور میشین که چند تیکه ترسیم بکنید و اینها رو روی همدیگه قرار بدید. این کار رو انجام میدم. میام دوباره از نمای بغل این دوتا رو فعلا چون احتیاجی ندارم هیدنش میکنم، یا حالا فعلا باشه بعدم تکرارش میکنم. با لاین از اینجا مثلا شیفتم رو میگیرم، چون یک مقداری انحنا داره یک مقداری کجی رو روی کار خودم واسهش ایجاد میکنم. میرم تو قسمت مادیفایم، رندرینگ نمیخوام، میرم تو بخش اسپلاین این رو انتخاب میکنم، با استفاده از اوتلاین یک ضخامتی به کارم میدم، مثلا ضخامت 4 سانت رو بهش میدم. میتونم بیام اینجا بزنم مثلا 4 سانت و کار اکسترودش رو انجام بدم که مقدارم روند باشه. اینم حالا خیلی بلند شده، میتونم ورتکسش رو بگیرم در این راسته جابجاش بکنم. بعد میام وارد این قسمت میشم، با استفاده از فیلت انحناش رو اینجا روی کار ایجاد میکنم. خب میام توی پرسپکتیوم، تو قسمت مادیفایر لیستم اکسترود رو میزنم و ضخامت کارم رو بیشتر میکنم. اج فیس رو هم روشن میکنم که بتونم سگمنت های کارم رو ببینم. پس این یه تیکه قسمت بالاش رو از اینجا تا اینجا تونستم ترسیم میکنم. البته انحنایی که من ترسیم کردم خیلی انحنای زیادی است، انحناش رو میتونستم کمتر. حالا مثلا میخوام بیام اینو رو اصلاحش بکنم، میتونم به دستور لاینم برگردم، بیام تو قسمت ورتکس، بر فرض مثال جابجایی رو روی این قسمت انجام بدم که فرمم بهتر بشه. البته یک بار دیگه ترسیم میکنم این رو بهتره، چون از لحاظ بیزیر و بیزیر کورنیش دچار مشکل نشم، ولی حالا فعلا من همین رو نگه میدارم. میرم تو قسمت اکسترودم. حالا چیکار باید بکنم؟ از نمای روبرو، از این نما، چه نمایی رو داره بهم نشون میده؟ نمای فرانت هم رو داره بهم نشون میده. از طریق نمای فرانت هم که این نما هست باید این فرمم رو ترسیمش رو انجام بدم. این رو جابجا میکنم. از نمای روبرو دیگه نمیام لاین بکشم، با استفاده از یک دونه رکتنگل اسنپ هم فعال میکنم، از اینجا شروع میکنم به کشیدن رکتنگلم. ولی دقت که بکنید پایین نقطه گیر ندارم، یا چشمی باید ولش بکنی بعد جابجایی رو انجام بدی، یا اینکه بگی آقا اصلا این رو من میام وصل میکنم به انتهای این که یک دونه لاین بهم بده، بعد میام تو قسمت مادیفای ارتفاع کارم رو میبرم بالا. این کارم میتونه انجام بده که این کار رو انجام بدی بهتره، دیگه اندازت گم نمیشه. دوباره میام تو قسمت پرسپکتیوم، اسنپم رو از اینجا فعال میکنم، میام وصلش میکنم به اینجا، دوباره میام داخل نمای روبرو. برای اینکه فضاهای تو خالی رو بتونم داخل کار به دست بیارم میام رکتنگل های تو در تو رو اینجا روی کارم ترسیم میکنم. به این صورت کپی ازش میگیرم به تعدادی که مد نظرم هست. این رو میارمش به سمت پایین. حالا اگر بخوام مثلا از لحاظ ارزی با هم دیگه متفاوت باشه میتونم یکی در میون اینها رو مثلا انتخاب بکنم، بعد اسکیلش رو مثلا بیشتر و کمتر بکنم، که البته این بالا اگه خاطرت باشه تو دستورات یوز سلکشن سنتر میتونم این رو هر کدومش رو به صورت تکی، نگم نسبت به یک مرکز این اتفاق بیفته، میام گزینه اول رو انتخاب میکنم که هر کدوم به نسبت خودش بیاد کار بزرگ شدنش انجام بشه. نگاه بکن روی هم دیگه قرار نگرفتیم، میتونم لاین ها و رکتنگل ها رو انتخاب بکنم، در راستای محور ایرک جابجاش بکنم تا همه اینها روی یک دونه خط قرار بگیره، چون قرار همه اینا با هم دیگه اکسترود بشه دیگه.
حالا نگاه بکن همش روی یک دونه صفحه قرار گرفته. یک دونش رو انتخاب میکنم، کانورت تو ادیتیبل اسپلاین رو میزنم با استفاده از گزینه اتچ، همه اینها رو به هم دیگه اتچ میکنم. اتچ که شد، حالا با استفاده از اکسترود، اگر خاطرت باشه اکسترودی که الان باید انجام بدم به اندازه اوتلاین این باید باشه که من اون رو 5 سانت فکر میکنم در نظر گرفتم. فکر میکنم البته حالا میزنیم ببینیم که همون مقدار هست یا نه. بله دقیقا همون مقداره، البته 5 سانت نه، منفی 4 سانت بوده احتمالا اوتلاینم. بله اوتلاینم رو، اکسترودم رو به اندازه 4 سانت میزنم و بعد میام داخل این نما و این رو روتیتش میکنم که دقیقا روی فرمم بشینه. اسنپ رو من فعال میکنم، این رو از اینجا به اینجا وصل میکنم که دقیقا این دوتا روی همدیگه قرار رو بگیره. حالا میام چیکار میکنم؟ میام فرمم رو میگیرم، یه تک رنگ بهش میدم، میگم انگار از همون اول یک پارچه این رو ترسیم کردم. حالا با اسکیل همین مقداری میتونم بکشم که اینجا البته چون پیوتاش فرق داره این اتفاق نمیافته، بعد پیوتاش رو مشترک میکنم که حالا نمیخوایم وارد جزئیات بشه. زمانی که اشفیس هم رو خاموش بکنم نگاه بکنه انگار که از همون اول این فرم رو ما یک پارچه کار مدل سازیش رو انجام دادیم، در صورتی که این روی 2 مرحله انجام شده. مرحله اول قسمت بالاییش و مرحله دوم قسمت پایینش رو اومدیم انجام دادیم. خب پس این قسمت رو تونستیم ترسیم بکنیم. مورد بعدی که قراره ترسیمش رو انجام بدیم این قسمت هست که یک سری باکس و یک سری کانتر اومده ترسیم شده، دستورش رو خوندیم، چون خوندیم ترسیمش رو انجام میدیم. با استفاده از یک دونه باکس مثلا شما به این صورت میتونی یک دونه باکس رو ترسیم بکنی. بیای تو قسمت مادیفای مقدارش رو مثلا 20 در 20 در ارتفاع مثلا 50 تا در نظر بگیریم. مادیفایی که تفاوت سطح مقطع ایجاد میکرد برامون مادیفای تیپر بود اگه خاطرت باشه. میام تو قسمت مادیفای هم گزینه تیپر رو میزنم و اماونت قسمت بالاش رو بیشتر میکنم. به کروینگش هم کاری ندارم چون صرفا فقط میخواستم قسمت بالاش رو بزرگتر بگیرم. از همین میام چیکار میکنم؟ یه دونه کپی میگیرم، یعنی شیفتم رو نگه میدارم، اسکیلم هم که هست دیگه، شیفت رو نگه میدارم، اسکیلم کوچیک میکنم به همین سادگی. اوکی رو که بزنم تو دل اینه، این رو از شکل خارج میکنم، تموم شد رفت. دوتا این وردارم، این رو باید میرور بکنم، کپی بکنم در راستای محور X. میرور رو میزنم، X رو انتخاب میکنم، کپی، اوکی و کار جابجایی رو انجام میدم. بین این هم میتونی دوباره یک دونه باکس خودت ترسیم بکنی به این صورت و این رو مثلا بیاریش به سمت بالا که نزدیک بشه به اون فرمی که اینجا ترسیم کرده. دقیقا پس تونستیم این فرم رو ترسیم بکنیم. این نبشی هم که این بغل زده با از قسمت اکسنتد پرایمیتی و گزینه ال و سی که اگه خاطرت باشه میتونی نبشی‌هاش رو هم ترسیم بکنی یا خودت این رو رکتانگل بکشی یا باکس بکشی، اینا رو لبه های کار اضافه بکنی. ترسیم این اسه یک دونه آرکه. اگه بخوام آرکه رو ترسیم بکنیم میام داخل نمای 2 بعدی یک دونه آرک مثلا از اینجا به اینجا ترسیم میکنم، مثلا میگم شعاعش رو مثلا 20 سانتی متر در نظر بگیر، از چه زاویه تا چه زاویه، مثلا از زاویه 90 درجه تا زاویه 180 درجه، یه همچین حالتی. بعد بیام این رو انتخاب بکنم تو قسمت مادیفای، کانورت تو ادیتیبل اسپلاین رو بزنم، بیام تو قسمت اسپلاین اوتلاینش بکنم به این صورت. این رو دارم میرورش بکنم نسبت به محور ایگرگ یا وای، حالا محور ایکس ایگرگ نسبت به محور ایکس و وای. گزینه اوکی رو میزنم، این رو هم نزدیک میکنم به این فرم. میبینید دقیقا همین فرم رو تونستیم اینجا ایجاد بکنیم. این رو هم نزدیکش میکنم به این، جفتش رو با اسکیل زر میتونم ببندمش، این رو بگیرم با اسنپ وصلش بکنم به این قسمت. حالا جفتش رو بگیرم
تو قسمت مودیفایر لیست با استفاده از اکسترود بهش حجم بدم و دقیقا شد همون فرمی که داخل عکس داشتیم. به این صورت میتونی این ترسیمات رو انجام بدی. مورد دیگه ای که داخل این عکس داره قسمت باکس پشت کار هست. اگه بخوام این باکس رو ترسیم بکنم به چه صورت باید ترسیمش رو انجام بدم؟ یک دونه رکتنگل باید بکشم که یک اوتلاینی داره و یک ضخامتی داره که این قسمت گرده، این قسمت گرده، این قسمت گرده، این قسمت گرده، قسمت میانیش به صورت شکسته است. به دو طریق میتونم این کار رو انجام بدم. یک، میتونم بیام مثلا یک دونه رکتنگل از اینجا به اینجا ترسیم بکنم، بگم یه رکتنگل دیگه بینش ترسیم بکنم به این صورت، بعد بیام یه دونش رو بگیرم کانورت تو اسپلاین بکنم، اتچش بکنم به این، بعد بیام اون قسمت هایی که نرمه، این قسمت و این قسمت رو با استفاده از فیلت نرمش بکنم، بعد یه رکتنگل دیگه بیام بین این دوباره ترسیم بکنم، این رو دوباره بیام چیکار بکنم؟ اتچش بکنم به این یکی. حالا اگر بیام اکسترودش بکنم این فرمه دقیقا تو فضای پشت غرفم تونستم ایجاد بکنم. یه روشش اینه که روش غلطی نیست. یه روش دیگه اینه که بیام دقیق تر این کار رو انجام بدیم. مثلا بگم یک دونه رکتنگل اینجا من میکشم، این رکتنگل رو کانورت تو ادیتیبل اسپلاینش میکنم، میام تو قسمت اسپلاینم با استفاده از اوتلاین یک ضخامتی بهش میدم با اندازه مشخص، مثلا من ضخامت 5.5 بهش دادم. بعد بیام ورتکس های این قسمت و این قسمت رو بگیرم جابجاش بکنم بیارمش به این سمت، یه دونه رکتنگل دیگه خودم بینش بیام دوباره ترسیم بکنم، این رو بگیرم و اتچش بکنم به این فرم. تنها تفاوتش این بود که رو روش اول جداگونه ترسیم کردم، رو روش دوم اومدم با اوتلاین کار کردم که مقدارهای ضخامت، یعنی در اصل این باکسی که اومدم اینجا ترسیم کردم تو همه زوایا با همدیگه برابر باشه. من روش دوم رو به شما پیشنهاد میکنم که کارتون ترتمیزتر در بیاد. این رو دوباره فیلت میکنم و دوباره با استفاده از مودیفای اکسترود میتونم کار حجم دهی رو براش انجام بدم به این صورت. خب الان یه موضوعی هست، کاری دیگه به عکسه ندارم که رو عکس چه اتفاقی افتاده. میخوام این فضای تو خالی که اینجا ایجاد شده رو یک دونه قاب واسش درست بکنم و داخل اون قاب بیام یک دونه مثلا شیشه کار بکنم. اگر بخوام این کار رو انجام بدم نمیام هیچ وقت دوباره یک دونه لاین ترسیم بکنم و اون لاین رو در گوشه هاش بیام فیلت بکنم، فیلتی که نمیدونم چقدره و ممکنه کارم کرکسیف در بیاد. برای اینکه این اتفاق نیفته میام چی کار میکنم؟ میام روی شکلم کلیک میکنم. زمانی که شما اکسترود رو انجام میدی رو اسپلاینه دسترسی به اسپلاین داری در هر صورت، یعنی میام رو گزینه قبلش کلیک میکنم به این صورت، میگم این لاین وسطی رو، این اسپلاین وسطی رو میام از شکلم خارج میکنم که بتونم ازش استفاده بکنم بعدها. به چه صورت باید این کار رو انجام بدم؟ اینجا یه گزینه دارم به اسم گزینه اسپلاین دیگه، هر کدوم از اینها یک دونه اسپلاینه. این اسپلاین رو انتخاب میکنم، کپی نمیام بکنم. اگه کپی بکنم به ظاهر خارج میکنه این رو، ولی زمانی که اکسترود بکنم دوباره حجم پیدا میکنه و باز دوباره داستان داره برای جدا سازیش. میام چی کار میکنم؟ میام این اسپلاین رو انتخاب میکنم، تو دستورات اسپلاین میگردیم دنبال یه گزینه به اسم گزینه دیتچ. ما تا الان با استفاده از گزینه اتچ می اومدیم خطوط دو بعدی رو همجنس میکردیم، یک پارچه میکردیم. الان میام بالعکس عمل میکنیم، یعنی میام به جای استفاده از گزینه اتچ از گزینه دیتچ استفاده میکنم، جداش میکنم. ولی
اگر من مستقیم میام روی گزینه دیتچ کلیک بکنم کلا این اسپلاین رو از شکل اصلیم خارج میکنه. وقتی کلا خارج میکنه خب شکل اصلیم خراب میشه دیگه. پس قبل از اینکه بیام گزینه دیتچ رو بزنم و کار جدا سازی رو انجام بدم میام اینجا یه گزینه کپی داره، تیک کپی رو میزنم، میگم بیا یه کپی ازش جدا بکن که خیلی مهمه. پس تیک کپی رو میزنم و بعد گزینه دیتچ رو اینجا میزنم، یه اسمی واسش انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. این الان اون خط دو بعدیه رو واسه من جدا کرده. از دستور خارج میشم، روی لاین جدید کلیک میکنم و این رو خارجش میکنم از کار. این میشه همون لاینی که مد نظرم بود که و خودم میخواستم ترسیمش رو انجام بدم و نمیدونستم چه فیلتی با چه شعاعی باید انجام بشه، یا حتی اگر این شکلتون شکل پیچیده تری بود که دیگه اوضاع خیلی بدتر میشد. پس اومدم با استفاده از گزینه دیتچ کپی این لاین رو، این اسپلاین رو از دل این خارج کردم که یک دونش رو نگه میدارم به عنوان قاب، یک دونش رو نگه میدارم به عنوان شیشه. این قاب رو انتخاب میکنم، میرم تو قسمت رندرینگ بهش حجم میدم، رنگش رو هم مثلا تغییر میدم، ضخامتش رو هم مثلا یه ذره بیشتر میکنم و این رو قرار میدم روی کارم. این شد قاب برای این فرم. این رو هم میخوام به عنوان شیشه در نظر بگیرم. میام تو قسمت مادیفایر لیست، اکسرودش میکنم. چقدر به اکسرود بشه؟ هیچ ضخامتی نمیخوام در نظر بگیرم، یا اگر هم در نظر میگیرم ضخامت خیلی کم به اندازه 3000 مثلا. رنگ این رو هم مثلا رنگ خاکستری میکنم، راست کلیک میکنم، آبجکت پراپرتیز میزنم. چون حالت شیشه ای میخوام ایجاد بکنم فعلا در ویوپورت شفافش میکنم و این رو قرارش میدم کجا؟ بین کارم. و به این صورت تونستم این فرم رو هم ترسیم میکنم، فضای تو خالی، قاب دورش و فضای شیشه‌ای که اومدم محصور کردم این قسمت رو. دستورات خیلی مهمیه و خیلی کاربرد داره، حتما اینها رو تمرین بکن تا توی ذهنت بمونه. خب تمام این فرم هایی رو که کار کردیم رو پاک میکنم. نگاه بکن، میام یک دونه لاین اینجا ترسیم میکنم، مثلا به این صورت، کلیک 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 و کلیک. بعد میام تو قسمت مادیفایش، میرم تو قسمت ورتکس، کل ورتکس هام رو میگیرم به اسموس تبدیلش میکنم مثلا. حالا نگاه بکن، همین لاینم رو شیفت کپ موو میکنم، میارمش به سمت بالا، میرم تو قسمت ورتکسش یه ذره جابجایی میام روش انجام میدم. مثلا این رو میارم به اینجا، این رو میارم اینجا، این رو هم میارم اینجا، این رو هم مثلا میارمش عقب‌تر. اگر دقت بکنیم از نمای بالا، این لاین اولمه، اینم لاین دومم هست. این لاین چند تا ورتکس داره؟ بکن 1 2 3 4 5 و 6. این لاین هم چند تا ورتکس داره؟ 1 2 3 4 5. یعنی از لحاظ تعداد ورتکس این دوتا لاین من با هم دیگه برابره. میخوام به یک صفحه برسم. فکر بکن یک دیواره به این صورت میخوایی ترسیم بکنیم که شروع اون دیواره من با این سطح مقطعه و پایان اون دیوارم هم با این سطح مقطعه. یعنی سطح مقطعهای برابری نیست. چی کار باید بکنم؟ دو تا لاین رو که ترسیم کردم که از لحاظ ورتکس با هم دیگه برابرن، میام بینشون ارتباط برقرار میکنم با استفاده از چی؟ اتچ. نکته خیلی خیلی مهمی که باید مد نظرت قرار بدی اینه که نقاط شماره یکش که همون نقاط زرد رنگ من میشه باید روی همدیگه قرار بگیره. یعنی شروعش از یک نقطه باشه، نمیتونه این نقطه شماره یک بالایی باشه برای پایین این یکی باشه، توی یک راستا باشه. حالا نه اینکه کاملا برابر باشه، ولی منظور اینه که به صورت ضربدری به همدیگه وصل نشه. که اگر مثلا نقطه شماره یک شما اینجا بود، میگیم این غلطه دیگه، این نقطه شماره یک سمت چپ اون سمت راسته. برای اینکه بخوایم نقاط شماره یکش رو روی همدیگه قرار بدیم، روی ورتکسی که مد نظرت کلیک میکنی، راست کلیک میکنیم، بالا از گزینه میک فرست استفاده میکنی، یا روی ورتکست کلیک میکنی، تو همون دستورات اسپیلا اینجا گزینه میک فرست داریم، میک فرست رو میزنیم. نکن
تو جفتش دوباره نقاط، پس به نقاط زردنگ و نقاط شماره 1 حتما دقت بکن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم از این دستور خارج میشیم. روی هیچ کدوم از این مودها نیستم. این بالا یه گزینه دارم به اسم گزینه کراس سکشن، زیر همون گزینه اتچ و اتچ مولتیه. گزینه کراس سکشن رو انتخاب میکنم، موسم رو میارم روی اسپلاین یکم، کلیک میکنم، میام روی دومی دوباره کلیک میکنم. نکن، پس کلیک اول و کلیک دوم و بعد راست کلیک میکنم و دستور خارج میشه. نکن، یه همچین خط دو بعدی رو برای من ایجاد کرد که یه همچین فرمی رو داره. حالا اگر بخوام من به مثلا صفحه این دسترسی پیدا بکنم و دستور کراس سکشن خارج میشم، مودیفای لیستم رو باز میکنم، سرفیس رو میام سرچ میکنم، میگردم دنبال گزینه سرفیس های مختلفی داریم، منتها شما حتما باید گزینه سرفیس خالی رو انتخاب بکنی. نگاه بکن اینجا فقط سرفیس، نه سرویس ساب دیویژن، نه هیچ کدوم اینا رو ننوشته، فقط سرفیس رو که بزنم نگاه بکن تبدیلش کرد به چی؟ یک دونه دیواره‌ای که به این صورت ترسیم شد. یعنی یه دیواره کاملا نامنظم رو تونستیم به راحتی ترسیم بکنیم با سطح مقطع اول و دوم. حالا اگر سطح مقطع‌های شما بیشتر از دوتا باشه هیچ ایرادی نداره، همونطوری که من یه دونه پایین ترسیم کردم یه دونه بالا، شما میتونی یه دونه وسط ترسیم بکنی، یه دونه وسط ترسیم بکنی، یه دونه هم قسمت بالایش که باز دوباره متفاوت تر بشه. بعد که اینو ترسیم کردی دوباره میتونی بری مثلا تو قسمت شلت ضخامت بهش بدی، یه ضخامتی واسش تعریف بکنی. اگر هم بخوای مستقیم باشه که گزینه استریتن کورنر رو میزنی که به صورت کاملا مستقیم این اتفاق بیفته. البته ما معمولا بعد از استفاده از گزینه سرفیس از مودیفای ادیت پلی استفاده میکنیم که زمانی که حالا ما دستورات ادیت پلی رو بخونیم دوباره برمیگردیم به این فرم و این کار رو انجام میدیم و به این صورت تونستیم این رو انجام بدیم. شل رو من پاک میکنم. اگر ضخامتی تعریف نکردیم یه قسمت داخل رندر دیده میشه، قسمت پشت داخل رندر دیده نمیشه. حالا اگه شما نیاز به قسمت پشت این کار داشتی اینجا گزینه فلیپ نورمال داریم، اینو که بزنیم جهتش دوباره برمیگرده. هر جهتی که مد نظرت باشه میتونی اون رو روشن بکنی و داخل رندر ازش استفاده بکنی. خب مورد بعدیش چی بود؟ این بود که گفتم از همون گزینه ال میتونیم کار کپی رو انجام بدیم دیگه. یعنی بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم بریم تو قسمت استاندارد اکستنددمون رو باز بکنیم. میگفتم مهماش چند فرسیر که ال و سی. مثلا از ال این میتونم استفاده بکنم، یه همچین فرمی ترسیم بکنم با یک شعاع مشخص، بیام داخل نمای تاپم، برم روی مووم، این رو نگه دارم، شیفتم رو بگیرم به این صورت، تعداد بهش بدم مثلا چند تا؟ 10 تا. اوکی رو بزنم. بعد بیام چیکار بکنم؟ بیام کل اینا رو بگیرم گروهش بکنم، یا اصلا اگه حواسم هست همینطوری نگهش دارم، این رو بیام قرارش بدم اینجا و دوباره بهش چی بدم؟ تعداد بدم. این فرمم در میاد دیگه. بعد برای اینکه فضای خالی بینش رو هم بتونم جبران بکنم یه باکسی پلینی چیزی اتوگرید رو روشن میکنم، بینش قرار میدم که مشکلم حل بشه. اینم پس از مورد بعدی که گفتیم ترسیم بکنی کدوم بود؟ میام همین شکل اصلیم رو به مثلث تبدیل میکنم، نمیام شکل دیگه ترسیم بکنم. یعنی تعداد ساید این رو میام کمش میکنم، میزنمش مثلا با حالت مثلث، بعد شعاعش رو هم میتونم اینجا جبران بکنم. حالا این مثلث رو رسیدم، خیلی راحت از نمای بالا روتیت هم رو فعال میکنم، اسنپ زاویه رو هم فعال میکنم، به این صورت شیفتم رو میگیرم، میگم مثلا به اندازه چند درجه؟ به اندازه مثلا 10 درجه، به اندازه 18 تا مثلا یه شیفت روتیت برای من، یعنی شیفت روتیت که به صورت چرخشی در رندر هم که بگیرم داخل رندر دقیقا فرمان میرسونم با سرعت خیلی بیشتری. دیگه احتیاج نبود دیگه ترسیم دیگه انجام بدیم. البته که دارم میگم ما دستورات جدید بخونیم این رو به روش منطقی ترسیم میکنیم. اینو فقط می‌خواستم یه مقداری ذهنتون باز بشه که با این دستورات استانداردها میتونید خیلی از فرم‌های
مقداری پیچیده رو هم ترسیم بکنید. پس برای اینکه عکس رو بتونید داخل کارتون ببینید میتونید یه باکس به این صورت ترسیم بکنید. بعد بیایم مثلا این عکس رو مثلا بگیرید بکشید بیاین داخل هم تو اینجا ولش نکنید. روی چی ولش بکنید؟ روی باکسه. میبینید عکس رو واسهتون انداخت. منتها چون گفتم خطوط دو بعدی رو تو نمای خودش باید ترسیم بکنم، دو پرسپکتیو نمیتونم این کار انجام بدم. میام مثلا تو نمای فرانت هم عکس رو نمیبینم. چرا؟ چون حالت وایر فریمه. باکس هم رو داره به صورت خطی نشون میده. وایر فریم رو میام با حالت دیفالت تبدیل میکنم که عکس رو بتونم ببینم. بعد میام تو قسمت مودیفای از لحاظ ابعاد و اندازه مدل اسکیلش رو درست میکنم با استفاده از لاین. الان نگاه بکنید لاین هم دیده نمیشه. چرا؟ چون اون پشت داره ترسیم میکنه. میبینید؟ ترسیم کرده ولی پشت داره ترسیم میکنه. چرا؟ چون این باکس من جلوی این صفحه گرید منه. میبینید؟ اگه اینو من بندازم پشت این صفحه گرید نمای فرانتم این رو میتونم ببینم. میبینید؟ این اگه بیاد جلو به خطچینای نمای فرانت دقت بکنید تا زمانی که پشت صفحه گرید نمای فرانتمه اوکیه. این اگه بیاد جلو از این رد بشه دیگه خطچین دیده نمیشه. لاین که ترسیم میکنیم میفته پشت باکس دیگه نمیتونیم ببینیم. ولی میگم که آقا اصلا من به این چیزا کاری ندارم. باکسمو دوست داشتم اینجا بندازم. اینجا لاین رو که خواستیم بکشیم اتو گریدم روشن بکنیم که روش ترسیم بکنه. دیگه اهمیت نداشته باشه باکستون جلوی صفحه گریده یا پشتش هیچ مهم نیست. خب از اینجا شیفتم رو میگیرم روش شروع میکنم ترسیم کردن. دوباره شیفتم رو میگیرم میام اینجا دقیقا روی عکسم دارم حرکت میکنم. دوباره کلیک شیفتم رو برمیدارم دوباره میام اینجا. الان دقت بکنیم میتونم اینو اینجا شکسته بکشم بعد با فیلت درستش بکنم. اونم یک روشه ولی این کار انجام نمیدم. راست کلیک میکنم میبندم خطم رو اسنپم رو روشن میکنم میام دوباره روی این نقطه کلیک میکنم میام اینجا یه دونم اینجا. اینو با چی وصل بکنم بهتره؟ چون میگم میتونستم شکسته بکشم فیلت بکنم و بازم دارم میگم ولی میام با آرک میکشم. اسنپم روشن کلیک میکنم از اینجا به اینجا قوسش رو اینجا بهش نسبت میدم. حالا میگم این باکسر رو احتیاج ندارم. باکسر رو پاک میکنم یه همچین فرمی دارم اینجا. میبینید یه همچین سطح مقطعی رو ترسیم کردم ولی لاین های مختلف اینجا وجود داره. یه دونش رو انتخاب میکنم اسپلاین میزنم اتچش میکنم به این و به این میرم رو مود ورتکس. از نقاطی که روی هم دیگه قرار گرفتن کل ورتکس هاش رو میگیرم و ولد میکنم. این میشه الان به عنوان یک سطح مقطع که بیام مثلا تو قسمت مودیفایر لیستم و اکسترودش بکنم یه همچین سطح مقطعی رو میبینیم بهتون میده و خیلی جا قطعا کاربرد داره دیگه، هم فضای داخلی هم فضای خارجی. حالا این الان مثلا این رو هم بذار کمترش بکنه بذار باش کار بازی بکنیم. مثلا این بیاد اینجا یه شیفت بگیرم مثلا یه فاصله ریز ایجاد بکنم اینو بندازمش اینجا یه دونه دیگه مثلا بیام بغلش اینو مثلا بگیرم با اسکیپ در راستای محوری یک ذره پخش بکنم این رو مثلا یک ذره بیارمش عقب. می‌بینید خودش فرم دیگه که میتونه مثلا روی ستون ها قرار بده. دیگه بستگی به ایده خودتون داره که به چه شکل استفاده بکنید. یا اون مورد اولی که بهتون گفتم این بود، گفتم مثلا لاین هایی که میخواین ترسیم بکنید رو مثلا میام اینجا بکنید شکسته اینجا رو ترسیم میکنم بعد میام تو قسمت مودیفای هم ورتکس هم فیلت رو انتخاب میکنم میگم این قسمتش میخواستم نرم بشه. میبینید همون فیلت یعنی یک پارچه هم میتونید این کار رو انجام بدید.